24 سال پیش شب 3 و 4 نوامبر سال 1998 جنگیان پلکوونیک آشوبگر محمود خدایبردیف از ازبکستان وارد ولایت لینیناباد شدند. در بین همگی چند ساعت شهر خوجند، نواحی اطراف آن و تا عقبه انزاب را تصرف کردند، ولی بعد 3 روز باز به ازبکستان عقب نشستند. تا کنون باور می رود که محمود خدایبردیف زنده بوده در ازبکستان پناه یافته است. در آن روزهای اول ماه نوامبر سال 1998 همه جا پر از آوازهای احتمال حمله محمود خدایبردیف بود. همه جا همین موضوع ورد زبان بود که امروز یا پگاه جنگیان محمود به تاجیکستان حمله میکنند و غالبا از طریق ولایت لینیناباد. ولی با این وجود حمله شب 3 و 4 نوامبر باز هم همه را غافلگیر کرد و به نیروهای خدایبردیف میسر شد که در بین همگی چند ساعت تقریبا تمام نقطه‌های مهم استراتژی در شهرهای اساسی شمال تاجیکستان، خوجند و چکالوفسک، قیراقوم و اروتپه با شمول شوراها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مهم راه آهن و هم عقبه انزاب تنها مسیر ارتباط بین شمال کشور و پایتخت شهر دوشنبه تحت نظارت خود دارند. حاجی یوسف ربیع‌زاده رئیس بخش گمرک نویه نو در یک مصاحبه‌اش با مؤلف این مطلب گفت عجیب آن بود که آن شب حتی در پاسگاه‌های مهم دهمای و نو به جای 10-15 نوبتدار معمولی تنها 2 نفر ایستاده بودند. در نتیجه نیروهای خدایبردیف آن شب از 2 سمت از نویه نو و از شهرستان وارد ولایت لینیناباد یا سوغد کنونی شدند. نیرویی که از راه نو آمد به سمت خوجند و چکالوفسک حرکت کرد. یک بخش دیگری نیروهای محمود خدایبردیف تحت فرماندهی معاون او پلکوونیک سرگئی زورکن توسط شهرستان وارد ولایت شده شهرستان و اروتپه و عقبه انزاب را به هدف گرفتند. جنگیان محمود خدایبردیف تا رسیدن به مرکز ولایت لینیناباد به یگاه مقاومت جدی روبرو نشدند. میرحمد امیرشاه سخنگوی فرمانده گوارد پرزیدنتی تاجیکستان جنرال غفور میرزویف در سال 1998 در یک صحبت با مؤلف این مطلب گفت تنها 2 قسم نظامی به افراد محمود خدایبردیف مقاومت مسلحانه نشان دادند. یک قسم نظامی گواردیای پرزیدنتی در شهر چکالوفسک و یکی دیگر قسم نظامی مربوط به جنرال سوراب قاسموف مستقر در قلعه خوجند. قسم‌های دیگر میتوان گفت بدون جنگ ولایت لینیناباد را به آدمان محمود سپاریدند. در بین همگی چند ساعت به دست پلکوونیک خدایبردیف گذشتن قسمت اساسی قلمرو شمال تاجیکستان حکومت مرکزی در دوشنبه را سخت نگران کرد. حکومت بار اول برای سرکوب این نیروهای شورشی از نیروهای اتحاد مخالفین که تازه 1 سال پیش با حکومت صلح کرده بود کمک خواست. بتالون 25 برابری عبدالعلیم نظرزاده و همین طور فرماندهان ارشد مخالفین میرزا زیایف، میرزا خوجا نظاموف، شاه اسکندروف و دیگر نیروهای تحت فرمان خود را به کمک نیروهای حکومت فرستادند. عملیات ضد خدایبردیف در ولایت لینیناباد عملاً اولین عملیات مشترک نیروهای دولتی و مخالفین شد. جنرال شادروان سوراب قاسموف که آن وقت به بریگاد تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی فرماندهی میکرد در یک صحبت با مؤلف این مقاله اعتراف کرده بود که سهم نیروهای مخالفین در سرکوب آشوب خدایبردیف اساسی بود. به فرق از نیروهای حکومتی که اساساً بچه‌های جوانی بدون تجربه جنگی بودند، جنگاوران مخالفین همه مردان برکمال و با تجربه جنگی بودند و خیلی ناترسانه می جنگیدند. این همکاری با اپوزیسیون برای سربازان ما حتی یک مکتب خوب جنگی هم شد. میر محمد امیرشاه گفت نیروهای محمود نقاط مهم شمال کشور را به دست آورده تنها یک فرودگاه خردی را در اسفره از یاد بردند که این به فایده دوشنبه شد. به گفته میر محمد امیرشاه اولین شدن نیروهای تحت اداره فرمانده گوارد پرزیدنتی جنرال غفور میرزویف در همراهی با نیروهای مخالفین که به آنها امرا نام نفره رهبری میکرد توسط امین فرودگاه اسفره وارد شمال کشور شده و از آنجا به سمت چکالوفسک و خوجند حرکت کردند. در نتیجه علاقه روز 5 نوامبر به حکومت میسر شد که جنگجویان خدایبردیف را از پایگاه اساسیشان شهر خوجند بیرون اندازند. روز 7 نوامبر علاقه تمام ولایت از حضور آدمان محمود تازه کرده شد. محمود تورانویچ خدایبردیف 18 اکتبر سال 1964 در شهر قرغنتپه به دنیا آمده است. پدر او تاجیک و مادرش ازبک بود. خدایبردیف سال 1985 آموزشگاه نظامی شهر المتا
به نام مارشال کونیف رو ختم کرده برای خدمت به افغانستان فرستاده شد و تا مقام فرمانده وزود رزویدکا در بریگاد رقم 70 رسید. بعد خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان در سال 1989 خدایبردیف مدت آموزشگاه نظامی الماتو بود و سپس به تاجیکستان برگشت. در کمیساریات‌های نظامی نویه جلیکول و بختر کار کرد. سال 1992 خدایبردیف به مقام معاون کمیسار نظامی ولایت قرغن‌تپه تعیین شد. بعد آغاز جنگ شهروندی خدایبردیف فرماندهی یک گروه مخصوص دیویزیون 201 روسیه در قرغن‌تپه را به دوش گرفت. ماه سپتامبر سال 1992 خدایبردیف به طور تا حال مرموز تانک‌های دیویزیون 201 را گرفته به طرف سنگک سفر و فرانت خلقی گذشت. باور می رود که محض همین تانک‌های خدایبردیف سرنوشت جنگ بین فرانت خلقی و نیروهای صادق به حکومت موروثی ملی را در وادی وخش به فایده فرانت خلقی حل کرد. در پی پیروزی فرانت خلقی و به قدرت رسیدن حکومت امامعلی رحمان محمود خدایبردیف فرمانده بریگاد تعیینات مخصوص در شهر قرغن‌تپه تعیین شد. این بریگاد الکی بعد 2 سال در پی کشتن پلکونیک 21 ساله عزت کوگانوف نیروهای باقی مانده فیضعلی سعیدوف را شکست داده نظارت نظامی وادی وخش را به دست خود گرفت. پلکونیک خدایبردیف چند دفعه از جمله در تابستان سال 1996 و سال 1997 الکی حکومت امامعلی رحمان به مخالفت مسلحانه برخیست. آشوب ماه اوگوست سال 1997 با برکناری محمود از مقام فرماندهی و ترک قلمرو تاجیکستان کردن او و یاران مسلحش انجام یافت. بعد حمله به خوجند در تیر ماه سال 1998 خدایبردیف از محضر عام غیب زد. در این بین چندین بار خبر مرگ محمود خدایبردیف نشر ولی باز به زودی تکذیب شد. آخرین بار مطبوعات درباره به دست معاونش سرگئی زاویرگین کشته شدن او در ماه اکتبر سال 2001 چند روز پیش از آغاز معرکه جهانی ضد ترور در افغانستان نوشته بود. در نویه سر آسیای ازبکستان حتی مراسم دفن خدایبردیف را دایر کردند ولی یک افسر امنیتی تاجیک که در آن مراسم پنهانی شرکت کرده بود به سامانه اخبار گفت این مراسم یک صحنه‌سازی بود و او به چشم خود دیده و باوری حاصل کرده بود که در درون کفن جسد نه خدایبردیف بلکه کاملا یک نفر دیگر بود. سال 1998 انگشت اتیام دوشنبه بلافاصله به سوی ازبکستان بلند شده بود که نیروهای خدایبردیف از قلمروش وارد ولایت لنیناباد شدند. دعوایی که تاشکند همیشه رد میکرد. اما سال 2006 وقتی که حکومت اسلام کریموف اعتراضهای مردم را در اندیجان به خون نشاند شاهدان زیادی گفتند که در سرکوب اعتراضهای اندیجان کریموف نیروهای محمود خدایبردیف را استفاده برده بود. همچنین اکرام یعقوبوف یک افسر سابق خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد فرارش به اروپا در سال 2008 گفته بود که خدایبردیف حمایت اسلام کریموف و دختران او را بر عهده دارد. سال 2010 دادگاه عالی تاجیکستان حیدر بابامرادوف را برای تهیه سوءقصد به جان رئیس شهر ترسونزاده برکت‌الله عطاخواجه به 30 سال زندان محکوم کرد. بابامرادوف در جریان تفتیشات گفت در یک قسم مخصوص نظامی در نویه با تاجیکستان هم مرز شرگون در ولایت سرخندریای ازبکستان خدمت میکرد. به گفته او فرمانده این قسم نظامی محمود خدایبردیف بود و فرمان کشتن رئیس شهر ترسونزاده را به وی مسخود خدایبردیف داده بود. این عکس بعد چندین سال غیب زدن خدایبردیف در اینترنت نشر شد. گفته میشد که خدایبردیف را در ازبکستان عکس گرفتند.